بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیة الله فی السماوات والارضین. و من خطبة له علیه السلام یذکر فیها ابتداء خلق السماء والارض و خلق آدم و فیها ذکر الحج و تهتبی علی حمد الله و خلق العالم. خداوند سبحان رو بسیار سپاسگزارم که چنین توفیق عظیم و بزرگی رو برای بنده و حضار عالی قدر مهیا فرموده از شرایط اون رو و بالاخره در این بازه از عمر و در این فرصت زمانی توفیق مراجعه مستقیم به خمخانه اسرار علوی و معارف مرتضوی رو عنایت و مرحمت فرموده است. حقیقتا بنده شاید در بیان احساس امشب خودم یه قدری قاصر باشم. خب توفیق این بوده است که شاید قریب 400 ساعت نهج البلاغه و میتوان گفت 1/4 حداقل از مجموعه کل خطبه ها، نامه ها و حکمت ها تا کنون گفته شده است. اما الان که من خطبه نخستین را آغاز میکنم و بناس از ابتدا نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو خدمت دوستان بازگو کنیم و پیش رویم، یه حال و هوای دیگه ای رو بنده احساس میکنم و امیدوارم که بتوانیم در محضر مبارک کلمات نورانی امیرالمؤمنین به درستی انجام وظیفه کنیم و بهره وافی و کامل رو از محضر نورانی سخنان حضرت انشاءالله ببریم. خب همان گونه که اشاره شد بناست که از این نوبت خدمت عزیزان از آغاز این خطبه مبارک نهج البلاغه مباحث رو محضر مبارکتون تقدیم کنیم. اما به خطبه ابتدایی نهج البلاغه خطبه است بسیار وزین و پرمحتوا و به بیانی میتوان گفت که صنعت براعت استحلال را در این خطبه نورانی نسبت به کل نهج البلاغه شاید بتوان شاهد بود. همان که گاه توضیح داده شده است خدمت دوستان عزیز، مؤلفی، مصنفی، شاعری آنچه میخواهد در مجموعه اثر خود تا انتها بازگو کند، اصاره و خلاصه اون رو در ابتداء کلام خیش بازگو میکند به شکل مستقل و اونگاه گویا بقیه مطالب شرح و بسط همین نکات نخستی نیست که بازگو شده است. خب در اینجا بهترین تمثیلی که شایسته این حال و هوا و مقام ماست همان است که در مورد سوره مبارکه حمد و کل مطالب قرآن کریم گفته می شود. شما سوره شریفه حمد فاتحه الکتاب رو براعت استحلال تمام قرآن می دانید. یعنی ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو 7 مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. 7 مثانی سوره مبارکه حمد رو حضرت باری تعالی یک سو و بقیه و کل قرآن رو سمت دیگری قرار می دهد. یعنی گویا تمام آیاتش بینات قرآن کریم به حقیقت شرح و بیان 7 آیه سوره مبارکه حمد است. شاید بتوان چنین ادعا کرد که آنچه در خطبه نخستین
نهج البلاغه امیرالمؤمنین میبینیم چنین نسبتی با بقیه مباحث و مطالب نهج البلاغه دارد و این حسن انتخاب مرحوم سید رضی است که این خطبه رو در آغاز مجموعه مباحث نهج البلاغه قرار داده است که شاید هرچند تصریح به این معنا نفرموده است این عالم متزلع و ادیب توانمند و بزرگوار، اما شاید چنین رابطه‌ای در ذهن اون بزرگ هم بوده است که چنین انتخاب زیبایی رو برای نخستین خطبه نهج البلاغه عمل کرده است. قبل از مرحوم سید رضی مضامین عمده این خطبه رو در دو تألیف بسیار نامی و معتبر می‌بینیم. یک در توحید مرحوم صدوق بخش‌های عمده‌ای از این خطبه وجود دارد و دوم در تحف العقول ابن شعبه حرانی. این دو منبع کافی است، یعنی قبل از مرحوم سید این دو بزرگوار و دو عالم جلیل القدر مباحث عمده این خطبه رو در تألیفات خودشون این دو اثر آوردند و وارد کردند. عادت و رویه مرحوم سید رضی این است که در مباحث پیشین هم اشاره شده است، به حرمت خطبه نخستین اشاره می کنم خدمت دوستان، که این عالم بزرگوار از ابتدا تا انتهای مطالب امام رو در یک مقامی مقاله گفتگو بازگو نکرده است. البته گاهی این چنین شده تمام مطلب رو یک جا فرموده است، اما گاهی انقطاعی بین مطالب دیده میشه، یعنی گزینشی از یک مجموعه خطبه طولانی بسیار مفصل ارائه داده است. همین اخیر من با دوست دانشمند سخت کوش توانمندم جناب آقای سید صادق موسوی نشستی داشتیم، منزل محبت فرموده بودند. در این کتاب مستداب ویرایش جدید تمام و نهج البلاغه ایشان قریب 4000 مأخذ رو برای تمام منابع نهج البلاغه جستجو کردند که در ویرایش جدیدشون با این عناوین چاپ میشه و بیرون میاد، که تمام اون مواردی را که مرحوم سید رضی از خطبه های امام، نامه های وجود مبارک حضرت یا گاه به ندرت حکمت ها بیان نفرمودند، ایشان استقرا و جستجوی کامل تاریخی کردند و تمام اونها رو بازنویسی کردند و موجود الان در این 7 جلد اثر کاملا با این همه منابع و مآخذ معتبر آوردند و وارد کردند. بنابراین باز هم میبینیم که مرحوم سید همونجا میفرماد و من کلام و من خطبت له علیه السلام، از خطبه های امیرالمؤمنین. حال این یعنی از مجموعه خطبه ها یا بخشی از یک خطبه است که ایشان در این مقام گردآوری فرموده است و منتقل کرده است. رویه مرحوم سید رضی این است که یه فشرده‌ای از محتوای خطبه رو قاعدتاً یا نامه رو در ابتدا بازگو می‌فرماید، اونگاه ورود به اصل متن فرمایشات امیرالمؤمنین خواهد شد. در اینجا می‌فرماید یذکر، امام در این خطبه یاد می‌کند ابتداء خلق السماء و الارض، اشارتی است به ابتدای آفرینش آسمان‌ها و زمین و خلق انسان و آدم، و در این خطبه یاد می شود ذکری از حج. بنابراین محتوی است، یعنی محتویات و آنچه درون این خطبه وجود دارد حمد الهی است، خلق عالم است، آفرینش فرشتگان است، گزینش پیامبران الهی است، بعثت نبی مکرم است، اشارتی به قرآن و احکام شرعی که ذات باری تعالی در قرآن فرود آورده است. این ترجمه ای از آنچه مرحوم سید در آغاز خطبه نوشته است و بازگو فرموده است. من مختصر ترجمه کردم که دیگه انشاءالله به خود متن خطبه امیرالمؤمنین وارد شویم. با استعانت از الطاف حضرت باری تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتهدون. وجود مبارک امام
بخش آغازین این خطبه رو توحیدیه قرار داده است. از توحید خداوند و معرفت الله میگوید و همینجا من عرض میکنم محضرم مبارک عزیزان، عمیق ترین و دقیق ترین مباحث توحیدی در عالم اسلام همین توحیدی های وجود و مبارک امام در نهج البلاغه است. توقع این است که پهلوان میدان توحید و معرفت الله، وجود و مبارکی که معلم بزرگوار او در شأن او گفته است علی ممسوس فی ذات الله، بنده تا کنون به هیچ وجه من الوجوه نفهمیدم که معنای این سخن پیامبر چیست و بزرگان هم زانو زدند در اینجا که علی ممسوس در ذات خداست. یعنی چه؟ به کجا رسیده است مقام توحیدی این بزرگ تربیت شده مکتب وحی و نبوت که استاد او چنین در شأن شاگرد خویش بازگو می کند، مقامی که برای شاید دست نداده باشد برای انسانی جز مگر معدودی از ابتدا آفرینش تا انتهای اون ممسوسون فرو رفته در ذات الهی. طبیعی است این بحث اتحاد و حلول نیست، این بحث فرو رفتن در اون حقایق ناب به معرفت الهی و اندرون شدن در این حقایق در جان و وجود و اندیشه های این بزرگ مرد پهلوان میدان توحید است. بنابراین توقع هم همین است که امام نابترین خوشترین پیام‌های توحید و آموزه های توحیدی رو در نهج البلاغه تا آنجا که ممکن است و می شود و ذهن مخاطبان کشش اون رو دارد وجود و مبارک مهار سخن رو رها کند و بازگو بفرماید. بنابراین من عرض می کنم خدمت دوستان که بالاخره این نکته همین ابتدا بازگو شود که مباحث توحیدی نهج البلاغه ماورای مباحث اخلاقی نهج البلاغه است، یعنی دشواری بیشتری در فهم این مباحث وجود دارد. بله میشه اینها رو در یه سطحی مطرح کرد که یه خواصی مثلا مخاطب این مطالب و سخن باشند، اما اون گونه که امیرالمؤمنین فرموده است امام این مطالب رو برای خواص نفرمودند. بنابراین باید سطحی و بیانی از این مطالب رو فهم کنیم که قابل انتقال و قابل ارتباط برای مخاطبان با سخنان امیرالمؤمنین قطعاً باشد. امام فرمودند الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، حمد از آن خداوندی است که گویندگان به نهایت حمد او نمی رسند، به حمد کردن او دست نمی یابند. این ترجمان ساده. وجود مبارک حضرتش سخن خویش رو در این خطبه با الحمدلله آغاز می فرماید. حمد منحصراً از آن الله تبارک و تعالی است. چرا؟ به دلیل اینکه امیرالمؤمنین خود در جای دیگری فرمود الحمدلله الذی، حمد از آن و اون خدایی است که جعل الحمد مفتاحا لذکره، حمد از آن خدایی است که حمد را کلید ذکر، یاد، انس و ارتباط با حضرت خود قرار داده است. یعنی بینش امیرالمؤمنین این است که حمد از مهمترین راه‌های ارتباطی انسان با حضرت باری تعالی است. اگر سالکی در مسیر توحید با بال حمد الهی به کوی ذات باری تعالی گذر کند، جان او منور به نورانیت توحید میشه، اندیشه و ذهن او مملو از عنایات خداوندی خواهد شد و ذکر و یاد حضرت سبحان سراسر زندگی و وجود او را نورانی و شیرین و خوش می کند. این نگاه امیرالمؤمنین به مفهوم حمد است، اون حمدی که امام می شناسد که حال انشاءالله قسمت‌هایی رو با هم بررسی می کنیم. خب همیشه خدمت دوستان گفته شده است که حمد یعنی ستایش. به پارسی میگیم در کلام عرب از ثنا، حمد ثنا کردن است، یعنی ستایش و ستودن در پارسی. اما طبیعی است این حمد هر
ثنایی نیست، بلکه ویژگی های خاصی در این کلام وجود دارد، چه در استعمالات قرآنی اون و چه در سخن معصومین، امیرالمؤمنین و دیگر بزرگان رازآشنای این میدان. 3 نکته و ویژگی در حمد وجود دارد عزیزان. یعنی ستایشی رو حمد میگویند که این 3 نکته رو داشته باشه در کلام عرب و در معارف. 1، آنکه صاحب این ستایش عالم و عاقل باشد. یعنی اگر موجود غیر دارای علم و عقل رو شما ستایش کنید، با کلمه حمد نمیتوانید اینجا سخن بگویید. در کلام عرب اشتباه است، نمیپسندند ادبا از شما این سخن رو. نمیتوانید شما مثلا یه تابلوی زیبایی رو، نمیتوانید یه منظره زیبایی در طبیعت رو حمد کنید، بلکه نهایتاً آن است که مدح میکنید. یعنی ابتداءً ویژگی آن است که حمد اختصاص دارد به پسندیدگی و زیبایی که صاحب اون عالم و عاقل باشد. به تعبیر دیگر حمد در ذوی العقول و ذوی العلم به کار برده میشه. این 1. دومین ویژگی که وجود دارد آن است که حمد لا یکون الا بعد الاحسان. حمد کردن همیشه بعد از بروز و ظهور احسانی، لطفی و نعمتی است و به نوعی باید حسنی آشکار شود، آنگاه حمد شکل میگیرد. اما حسن نیامده و نبوده نه، اختصاص داره قطعاً به حسن ظاهر، به تعبیر ساده تر، با حالی که ممکن است حسنی ظاهر نباشد اما بخواد کسی ستایش کند دارنده اون رو، اینجا یقینا چه میکنن؟ باز مدح میکنن، حمد نمیکنند. 3 نکته این که آن حسن یا زیبایی که صاحب اون در ارائه چنین حسن و زیبایی صاحب اختیار باشد، صاحب اراده باشد. چنین جایی حمد معنی داره. اگر کسی نه به اراده و اختیار، به تصادف روزگار یا به جبر و اکراه یه کاری، یه هنری، یه فعلی رو انجام میدهد که قابل ستایش است، اینجا هم نمی شود که باز هم مدح خواهد شد. پس 3 ویژگی عمده در حمد وجود دارد. حمد از آن صاحبان علم و عقل است، صاحبان حسن ظاهر است و صاحبان اختیار و اراده، و الا حمد معنا ندارد. خب این دقت فرمودید واژه حمد رو، چون این ستایشی حمد است. این ترکیب برای ما آشناست، الحمدلله. همیشه در تفسیر هم گفتیم، در خود نهج البلاغه هم اشاره شده است که این علی که بر سر حمد اومده، این علی استغراق است یا جنس، یعنی تمام جنس حمد، تمام افراد حمد بفرمایید به 2 معنا. تمام اون از آن حضرت الله تبارک و تعالی است. این لام لله رو که نگاه می‌فرمایید، تمام حمد، تمام افراد حمد از آن خداست. این لام 2 معنا میتونه داشته باشه، یا لام ملکیت باشه یا لام اختصاص. یعنی تمام حمدها از آن خداوند سبحان است، همون که ترجمه میکنید. یا تمام محامدی که وجود دارد و ستایش ها از ازل تا ابد اختصاص به حضرت احدیت دارد، اختصاص به خدا، مخصوص خداست حمد. یک کسی دیگری محمود در وجود و صاحب حمد معنا ندارد. خب این ترکیب چنین پیامی رو دارد، الحمد لله. قبل از این که من ادامه سخن امیرالمؤمنین رو بازگو کنم، همینجا لازم است این جمله رو هم اضافه کنم خدمت دوستان عزیز. بله طبیعی است. چرا این بیان رو بازگو میکنیم؟ چرا خداوند خود در کلام خیش با همین وسعت میگوید الحمدلله رب العالمین؟ و اونها که نوشیده از اون پیمانند و جانشون با جرعه اون سخنان ناب الهی و وحی پرورده شده است، این گونه سخن میگویند، کاملا علت روشن است. اولا آنکه الحمدلله، اگر میگوییم الحمدلله تمام حمد از آن خداست، به دلیل اینکه بدیهی است
الان اشاره شد خدمت دوستان، حمد از آن صاحبان علم و عقل است. حمد در مورد حسنی است که آشکار شود. حمد در جایی است که اختیار و اراده باشد. علم، عقل، حسن ظاهر، اراده و اختیار، تمام آنی است که خداوند سبحان بر وجود ارائه می کند و عرضه می کند. منشأ عقل حضرت باری تعالی است که عقل آفرین است. علم از حضرت علیم صادر میشه در وجود. حسن از محسن و حضرت حق جلوه می کند بر وجود و آفرینش و مظاهر اون دیده میشه. عزیز من، اختیار رو خداوند اختیار کرده است که به انسانها بدهد اراده و اختیار رو. یعنی تمام این مقولاتی که علت تحقق و اختصاص حمد است، همه اینها ریشه الهی دارد. پس اگر به مبنای فلسفی بحث برگردیم، الحمدلله به دلیل آنکه ریشه هایی و عواملی که علت تعلق، بروز و تحقق حمد می شود همه از آن خداوند است. نه علم از جایی جز ماورای کوی الهی می آید، نه حسن، نه اختیار، نه عقل، هیچ کدام سرمنشأ و منبعی جز الله تبارک و تعالی ندارد. لذا الحمد لله، تمام حمد از آن خداست. اجازه بفرمایید حالا این رو به بیان ساده تر عرض کنم خدمت دوستان. به قول عرب ها به عبارت اخرى، این رو به زبان دیگری خدمت دوستان و یه سطح دیگه از بحث رو عرض کنم که ساده تر باشد مطلب. و اون اینه که بالاخره شناخت یه نعمت، یه لطف، یه احسان، اولا قبل از شناختش اصل خود آفرینششه. شما یه حسنی و یه نعمتی باید اساساً در تقادیر وجود و آفرینش باشد. یعنی باید شما بالاخره، مثال سطحی تر روانترش کنم مطلب رو، یه اندیشمندی رو میبینید، یه خلاق هنری رو میبینید، یه قلمزنی رو میبینید که قلم گفتا که من شاه جهانم، قلمزن را به دولت میرسانم. یه صاحب قلمی رو میبینید، یه صاحب اندیشه‌ای، صاحب تألیفی رو میبینید، میگید دست مریزاد، برای او بالاخره ابراز احساسات میکنید و ستایشش میکنید. اگر اون علم، اگر اون هنر، اگر نعمتی است، اگر اثری است، این اساساً در آفرینش خدا رقم خورده است. و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی نیست در هستی و آفرینش عزیزان الا آن که سرمنشأ اون در نزد خداست و خداوند شکل وجود و هستی به هر پدیده‌ای داده است. بنابراین اگر شما هر علمی، هنری و چیزی رو از صاحب هنر و علمی ببینید، اولا خداوند او را آفریده است و مقرر کرده است اون هنر و علم رو. ثانیاً راه آشنایی و ارتباط رو برای اندیشمند با این اندیشه، راه ارتباط این هنرمند و این سرپنجه رو با اون هنر خداوند برای بشریت تسهیل کرد. ثم السبیل یسره، از عجائب آیات قرآن است. ثم السبیل یسره، خداوند راه را برای انسان تا رسیدن به قله ها، تا رسیدن به حقایق و وادی رسیدن به زیبایی ها، جلوه های وجودی رو در درون خود، در جان و جهان میسور کرد ذات باری تعالی. یعنی در حقیقت خلق نعمت از خداوند، راه آشنایی، ارتباط و تعریف نعمت از خداوند، توانایی عرضه کردن و ارائه کردن چیرگی انسانها بر یه پدیده‌ای و نشان دادن و نمایش اون از سوی خداوند سبحان. جایی هست که حمد را ما برای غیر خدا تصور کنیم با این معانی؟ خیر، الحمدلله. محلی نمیماند برای محمود بودن و مورد ستایش واقع شدن جز حضرت باری تعالی و حضرت سبحانی. به همین خاطر امیرالمؤمنین هم آغاز سخن فرمود الحمدلله. اما شیوه کلام امام با اون که امیرالمؤمنین از این ترکیب و جمله اراده میکنند چیز دیگری است. امام شگفتی دیگری رو میخواد اینجا مطرح کند و اون این است که حمد از آن خدایی است که لا یبلغ
نمیرسند. مدحته القائلون. کلمه مدح مصدر است به معنای حمد، به معنای تحمید، حمد کردن، اما وزنش فعل است، یعنی مصدری است که هیئت و شکل را هم میرساند. یعنی گذشته از معنای مصدری این و فعلتون لهیئتن و فعلتون لهیئتن، این رو برای هیئت میگن ادبای عرب به طور کلی. کما اینکه و فعلتون لمرتن، اگر این فعله باشد عدد رو میرساند. اینا زیبایی های کلام عرب است. پس مدحه یعنی حمد کردن به هر شکل و هیئت و کیفیتی. توجه می‌فرمایید؟ مدحه یعنی حمد کردن با هر هیئت و شکلی. حمد از آن خدایی است که گویندگان و قائلون به هیچ شکلی به حمد او دست نمی‌یابند. الله اکبر. اینجاست که همین ابتدا انسان در پیشگاه سخن امیرالمؤمنین احساس خضوع عجیبی می‌کند. عزیزان بسیار خوب، یا ابوالحسن شما چنین می‌فرمایید، به تعبیر عامیانه آب پاکی را بر روی دست ما ریختید، اما خود خداوند در قرآن به ما گفت و قل الحمدلله. به پیامبر فرمود، به ما هم گفت و قل الحمدلله، بگید الحمدلله. سمع الله لمن حمده. خداوند خود میپذیرد حمد حامدان را، آن کسی که او را حمد میکند. پس ما مجوز حمد داریم، پس ما توانایی حمد کردن خداوند داریم، پس ما میتوانیم حامد باشیم، خدا را حمد کنیم و ستایش کنیم و دعوت به این کار شدیم. چطور امام میفرماید حمد از آن خدایی است که گویندگان به حمد او نمیرسند. من یه جمله رو غافل شدم اینجا خدمتون بگم، جا داشت. روش سخن از جهت ادیبانه این بود که امام بفرماد الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته الحامدون، اما امام فرمود لا یبلغ مدحته القائلون، یعنی اصلا ترکیب حامد رو هم امام اینجا استفاده نکرده. و هر گوینده اصلا توصیف به صفت حامد هم نفرمود کسی رو امام در اینجا با نهایت قدرت و شجاعت. خب حالا جمع بین این دو چی میشه؟ از یه طرف شما حامدید و عرض به خدمتون حمادید و بسیار هم حمد میکنید، از این اسامی هم زیاد استفاده شده هست در میان پیشوایان فرزندان ائمه، حامد و حماد و غیره این اسامی هم هست و ما هم افتخار با اون داریم که خداوند این لطف رو به ما کرده است که الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره. خود حضرت فرمود راه ذکر و انس و ارتباط بسیار نزدیک تنگاتنگ با حضرت باری تعالی حمد است. از اون طرف هم نمیرسیم به حمد الهی. این پس مگر آن که بگوییم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. پس این چطور میشه؟ این چه توجیهی دارد؟ خیلی لطیف و زیباست. بله، امام در اینجا در قوس صعود سخن میگوید عزیزان. الحمدلله الذی، حمد از آنان خدایی است که قائلان و گویندگان به حمد او نمیرسند. کدام حمد را امیرالمؤمنین مطرح میکند؟ اون حمدی که در حد حضرت باری تعالی باشد، آن حمدی که شایسته خداوند سبحان باشد، آن حمدی که مطابق با شأنیت ذات ذوالجلالی باشد که خطوط بعدی و عبارات بعدی امام تعریف حضرت اوست و علت این بحث در جملات بعدی روشن میشه. اما کدام حمد را ما موظف با آن هستیم، آشنای با آن هستیم، دلبسته با آن حمد هستیم؟ حمدی که در حد و توان ماست، اون حمدی که مطابق استعدادی است که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اون مقداری که ادراک ما میکشد عزیزان، اون مقداری که امکان شناخت به تمام ابزارهای شناخت از حضرت باری تعالی برای ما دست میدهند، ما با اون مقدار حمد میکنیم، لذت حمد رو میبریم. خداوند این حلقه ارتباطی رو از مسیر ستایش و ثناء خویش بر ما عنایت کرده است که این راهی شده است که گاه مزیداً لشکره، اصلا حمد راه شکر می شود، راه ثنا می شود و راه تکامل برای انسان میشه. حمد انسان رو به مقاماتی میرساند بس عجیب. پس بنابراین امام دارن
آشکار میکنن این نکته رو که مراقب باشید ای کسانی که به کوی حمد شتافته اید، کسانی که خدا را ستایش میکنید، میگید که الحمدلله رب العالمین، نعمتهای خدا را در قلب و جان میشناسید، این مقام حمد شماست، بر زبان جاری میکنید مقام حمد شماست. اما بدونید آنی که شما عمل میکنید، آنچه میگویم زنادانی بود، گفت و ناگفتش پشیمانی بود. بدانید اونی که شما دارید میگید حد و اندازه شماست، نه حد و اندازه حضرت محمود. شما یه توصیفی از این معشوق دارید برای دیگران ارائه میکنید، اما اینی که شما دارید میگید کجا؟ این توصیفی که شما دارید مطرح میکنید، این خط و خال و نقش و جمادی که مطرح میکنید کجا؟ اون صورت حقیقی معشوق و محبوب کجا؟ این نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. اون چیز دیگری است، اون محبوب و معشوق. آنی که در ذهن شما نقش بسته است چیز دیگری است. یعنی تفاوت این دو مرتبه حمد رو در کلام امیرالمؤمنین به زیبایی میبینیم. اون حمد واقعی خداوند را لا یبلغ مدحته القائلون، قائلون که فرمود خود وجود نازنینش رو هم شامل می شود. نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی رو هم شامل می شود. من جسارت نمی کنم، علت سخن من هم روشن است که این جمله رو بازگو می کنم. همان که فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، پیامبر فرمود خدایا ما با اون حقیقت معرفت حضرت تو دست پیدا نکردیم. یعنی اون حقیقت معرفت چون نیست، حمد مطابق آن هم دست نمیدهد. و من خلاصه کنم سخن رو در این ابیاتی که گاه در ابتداء منطق المشرقیین بوعلی خدمت دوستان خواندم که در یه جمله باید گفت الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی التناهی. حمد خدا را به مقدار خدا، نه حمد خدا را به مقدار فهم و درک و شناخت انسان و عبدی که شناخت او مسلم دارای ابعاد و اندازه هایی است. الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی التناهی. الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه. حمد از آن خدایی است که برهان و دلیل برای وجود او همان بس که هیچ وجودی نیست الا آن که دلالت بر وجود او دارد. الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه. و اون ابیات ادامه که دیگه وقت رو فرصت رو تنگ نمی کنم بر عزیزان. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. گویا ادامه سخنان امام باز هم توضیح بیشتری در این جهت ولا یحصی نعماءه العادون. و حمد از آن خدایی است که نمیتوانند احصاء کنند نعمتهای او را شمارندگان و عدد کنندگان. کلمه احصاء رو گاه به معنای شمارش معنا می کنند، اما مثل این که عدد کردن و شماردن با احصاء تفاوت داره. احصاء اون شمارشی رو میگویند که مجموعه ای را به پایان برسانید. یعنی اگر شما یه مجموعه ای رو دارید، تعدادی رو تمام میتوانید گردآوری کنید. این اگر 1 میلیون هم هست تمام افراد رو مشخص کردید. این میشه احصاء العدد، یعنی یه شمارگانی که به پایان میرسد. دیگه بعد از این شمارش نیست. میگید 75 میلیون و چه جمعیت این مملکت، بعد دیگه عددی نیست که به عنوان ایرانی ارائه کنید. این میشه احصاء. احصاء یعنی اکمال و اتمام شمارش. به گونه‌ای شمارش کنیم که بعد از آن دیگه معدودی باقی نماند. این میشه احصاء. حالا دیگه خود دانید روشن میشود. ولا یحصی و نمیتوان، ولا یحصی نمیتوانند نعمتهای او را عادون شمارش کنندگان احصا کنند. خب این همان جمله است که بارها خوانده اید و شنیده اید که و ان تعدوا نعمت الله
لا تحصوها. خداوند در کلام خویش فرمود اگر بناه شما باشد که نعمتهای خدا را بشمارید بشمارید، اما احصاء نمیتونید بکنید، نمیتونید تمام این نعمتها را بشمارید. دیگه ظاهرا که خیلی نیاز به استدلال و دلیل نداره این بحث، به این جهت که هر آنچه در وجود آفرینش به عنوان مظاهر خلقت هست همه نعمتهای الهی است. حال بیایید و با هم احصا کنیم. روانتر عرض میکنم مخصوصا برای دوستان جوانم، آیا گمان میکنید که اونها که گونه های جانوری را و گونه های بفرمایید گیاهی را، زیست شناسان که دارن سالها بفرمایید تعمق و تلاش جدی در این میدان میکنن، با تمام ابزارهای پیشرفته‌ای که بشر امروز در علوم پایه دارد، در فیزیک دارد، در شیمی دارد، از بزرگترین و برترین فیزیکدانان جهان بپرسید، بگویید که به نظر شما موضوع علم فیزیک اگر حرکته، ما به چه مقدار از دانش احتمالی فیزیک دست پیدا کرده بشر تا الان؟ یعنی چقدر از دانش فیزیک ممکنه فضاهای نشناخته برای انسان داشته باشه؟ بگید در شیمی همینطور، بگید در نمیدانم زیست شناسی جانوری و گیاهی اینطور، و در حوزه های دیگه بگید. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ این یعنی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. تصور این که روزی به جایی برسد که بشر بگوید دانش فیزیک تمام شد، دیگه بعد از این ما وراء العبادان قریه، دیگه چیزی بشر نخواهد فهمید، چیز نوعی به دست نمی آید. یا بگوید در شیمی معدنی و عالی هرچه بود تمام شد، دیگه ما بستیم دایره علم را، دیگه ما به خواص مواد، به شناخت مواد، به ترکیبات مواد به حدی رسیدیم که بعد از این چیزی وجود ندارد. چنین تصوری هرگز در عالم پیش نخواهد آمد تا ابدیت، چون احصاء این نعمت‌ها برای انسان ممکن نیست. این در حوزه مسائل مادی است عزیزان. من در حد کلامش گفتم، دیگه حد خوردش نمیخواد بگیم که بیایید حالا نگاه کنیم به قطره قطره بارانی که از آسمان میآید، به جزء اکسیژنی که شما دارید تنفس میکنید میدید تو وجودتون، بیایید احسا کنید. حالا چی بگیم ما؟ کجاشو باید شماریم؟ توجه دارید؟ یعنی این پهنه گستره آفرینش همه مظاهر عمیق نعمت‌های خداوندی است که امکان احصاء و به پایان رساندن شناخت به اینها برای بشر متصور نیست. یعنی العلم نقطه کثرها الجاهلون. ما اون نقطه علمی رو هی داریم متکثرش میکنیم، از جهلمون هی میایم به سراغ این که بیشتر بدانیم، بکاهیم از جهلمون، اما هیچگاه این جهل بشر به جایی نمیرسد که به علم مطلق تبدیل بشه در حوزه پدیده های وجود که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ندادیم به شما از دانش مگر بسیار اندک. پس بنابراین اگر به دقت نگاه کنید، چون کلام خداوند و سخن امیرالمؤمنین ولا یحصی نعماءه لعادون، من تازه نعمتی رو که مطرح کردم الان کدوم سطح نعمت رو گفتیم؟ نعمت مادی را. حالا بیایید فرامادی رو در نظر بگیرید، نعمت‌هایی که از جنس نعمت‌های مادی در این دانش‌های این چنینی نیست. بیایید نعمت محبت رو عزیزان در نظر بگیرید، شؤونات محبت رو، مراتب محبت رو، افراد محبت رو کی میتواند احصا کند؟ میزان محبت یک مادر رو تنها به فرزند خیش از اون روز انعقاد نطفه که به این مادر خبر دادن که شما دارای فرزند شدی و شما در رحم خیش حالا داره شکل میگیره یه جنینی، از اون روز بیاید این محبت رو محاسبه کنید تا تمام مراحل حمل و ولادت و مراحل بعدی و مراحل بعدی و مراحل بعد. امروز ظهر من حسب معمول هفتگی روز معینی است خدمت مادر رسیدم و دست مبارک مادر بر پیشانی نهادم، بر چشم نهادم و بوسیدم مانند همیشه دست چروکیده مادر رو. و خب نگاه اون رو که نگاه میکنم، دعای پشت سر اون رو همراه با ریختن اشک چشم که نگاه میکنم، به تمام وجود خاضعانه زانو میزنم در قبال عجایب نعمتهای خداوندی که خداوند چه کرده است. چطور میشه این نعمتها رو
سنجید، دانست، شناخت. جل جلاله لا یحصی نعماه العادون. یه شمه از محبت رو ما نمیتوانیم احصا کنیم عزیزان. یه مادر از هزاران مادر، میلیون ها مادر، میلیارد ها مادر. در این محبت ها رو جمع بزنید چند بوهی میشه؟ چی میشه؟ مفهوم عشق رو، عشق استرلا و اسرار خداست رو واقعا کی میتواند این تاریخ عشق رو در دیرینه بشر احصا کنه؟ کی میتواند حالات عاشق و معشوق رو در تاریخ بشر بررسی کنه، احساش کنه این نعمت‌های عظیم الهی رو؟ حالا تازه بیاید بالاتر، برسد کار به آنجا که نعمت عبودیت، بندگی بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. در دل این بندگان خداوند در طول تاریخ چه اتفاقاتی افتاده است؟ بین اینها و خدا چه رازها و سرهایی بوده است؟ کی میتونه اینها رو احصا کنه؟ این نعمت‌های این چنینی رو، نعمت هدایت، نعمت ولایت و نزول و بارش زیبای وحی، نعمت مغفرت، نعمت توبه، نعمت شفاعت و زبان کوتاه می آید. باز می گردیم به همان سخن که ولا یحصی نعماه العادون. و هرگز نمی توانند نعمتهای الهی را شمارندگان احصا کنند. و پس بنابراین انسان ها با یه پهنه عظیمی مواجهند که فما بکم من نعمت فمن الله. تمام هستی سراسر مملو از نعمتهای الهی، همه منتسب به خداوند سبحان و ما هم بر سر این سفره نشسته ایم و متنعم و ریزخوار این خانه گسترد. ولا یعدی حقه المجتهدون. ولا یعدی، و نمیتوانند تعدیه کنند و بیاورند و ادا کنند حق آن خدا را مجتهدون. کلمه مجتهدون از ماده اجتهاد می آید. اجتهاد یعنی استفراغ الوسع، یعنی تمام توش و توان رو عرضه کردن. معنای لغوی است، نه اصطلاحی که در ذهن مبارک دوستان برگرفته از زمینه پیش زمینه ذهنی فقهی است. نه، اون اصطلاح اینجا اصطلاح لغوی مراده. همونجا هم به کسی که تمام وجود خود رو صرف می کند که پهنه عظیم فقه رو بشناسد و با تمام وجود استنباط کند مجتهد میگوییم. به این دلیل پس مجتهد یعنی کوشنده و جوینده به تمام معنا، کسی که به تمام وجود استعدادش رو به کار می اندازد و می کوشد، این میشه مجتهد. فرمود ولا یعدی حقه المجتهدون. اونهایی که سلانه می روند، اونها که خیزان و افتان می روند که رها کنید، همونها که به تمام وجود می کوشند و تمام توان خودشون رو مصروف می کنند در پیشگاه خداوند که حق نعمتهای الهی، حق شکر خداوند، حق حمد خداوند را به جا بیاورند، فرو ماندند و توان به جا آوردن چنین حقی رو ندارند. خیلی زیباست این جمله گران سنگ حضرت. اجازه بفرمایید من مدد بگیرم از انفاس مبارک حضرات معصومین و این جمله را عرض کنم خدمتتون. روایت در بهار است که معترف به ایدو روزه بهار، یه وقتی خدمت دوستان گفتم جلد 73 و 74. جلد 73 ابتدا این نوع احادیث از انبیا است که نوعا احادیث قدسی است. روایت اینه که داوود پیامبر خطاب کرد به ذات باری تعالی. پیامبر فرمان که از داوود، زبان داوود، یا رب کیف اشکرک، خدایا من چگونه تو را شکر کنم، و شکری لک نعمت اخرى توجب علی شکر، توجب علی شکر لک، خدای من چگونه میتوانم شکر تو را به جا بیاورم که اگر شکر تو را به جا بیارم باز خود این شکر حاجت به شکر دیگری داره. حکایت همان می شود که و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبانه که برایت که از عهده شکر تو بدراید، از عهده شکرت بدراید. توجب علی شکر لک، خدا چیکار کنم موندم،
لا یؤدی حقه المجتهدون فاوحی الله الیه. خداوند وحی کرد به داوود، آقای داوود تمام است، همین کافی است. الله اکبر. تو مگو ما را بدان شهوار نیست. اذا عرفت ان النعم منی رضیت منک بذلک شکرا. جناب داوود همین که دونستی، همین جمله‌ای که گفتی که خدایا نعمت‌ها از توست، اگر من بخوام شکر کنم باز بلیل شکری، همین رو من از تو میپذیرم به عنوان ادای حقت. به حق کسی نمیتواند ادای حقیقی شکر نعمت‌های الهی کند، تمام مسلم. اما عظمت ذات باری تعالی، رحمت خداوندی، مهرورزی او با بندگانش، هنگامی که انسان به این حد و پایه از معرفت برسد که معتقد باشد که همه چیز پروردگارا از آن توست و من بر خوان احسان تو نشستم و معترفم به تمام اون چه بر من عنایت کردی و سعی خودم رو میکنم، میپذیرد از ما. اما اون حق شکر واقعی عملا یه دوری لازم میاد که هیچگاه محقق نخواهد شد. فرمود ولا یؤدی حقه المجتهد. بسیار خوب. حالا امام این مطالب رو فرمودن، 3 جمله رو خدمتتون گفتیم. یه اوج دیگری به سخن میدهد امیرالمؤمنین که باز اون بنمایه مطالب قبلی هم در این قسم سطح دوم از بحث کاملا رو و آشکار می شود. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. 2 جمله تکان دهنده. آن خدایی که لا یدرکه بعد الهمم، ادراک نمی کند او را، درک نمی کند او را. بعد الهمم، کلمه همم جمع همت است. الهمه، خود همه در حقیقت الاذابه در لغت به معنای ذوب شدن و جاری شدنه. ذوب شدن و جاری شدن است. خیلی زیباست ریشه لغت. بعد به دنبال اون همت و هم میگید اون فکر مستمر جاری، اون فکر مستمر الخطور الجاری، اون خطور جاری و فکر مستمری که در ذهن انسان هست و تمام وجود انسان رو پر میکند. خب حالا ارتباط این معنای اول با اون ریشه لغوی چیه؟ وقتی یه فکری تمام وجود شما رو میگیرد و دست از جان شما بر نمیدارد، فرو میره تو اجزای وجودتون، مثل این که شما رو داره چیکار میکنه؟ داره ذوب میکنه، به حرکت وادار میکند، جدی میکند. بعد از این 2 نوبت سطح سوم این کلمه میشه. میگن الهمه العزم. همت یعنی عزم، جدیت. همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. همت یعنی اون عزم جدی. خب ریشه لغت رو دقت فرمودید؟ حالا امام میفرماید آن خدایی که لا یدرکه بعد الهمم. بعد یعنی اون درازا، بلندی، فاصله زیاد. ترکیب بعد الهمم ناچارم این جهات ادبی گفته نشه نمیشه. ترکیب بعد الهمم اضافه صفت به موصوفه. یعنی در حقیقت معنا اینه الهمم البعید، الهمم البعیده، یعنی الهمم التي ذو بعد. باز معنای دقیق این میشه. خب یعنی چی؟ پس چی شد؟ آن خدایی که ادراک نمی کند او را عزمها، اندیشه ها و تفکرات بسیار بلند، بسیار مرتفع و بسیار برجسته. حمد از آن خدایی است که اندیشه های والا و تفکرات بارور وجود او را درک نمی کند، چه رسد به اذهان لاغر رنجور تکیده نابسامان. چالاکان و چابکان میدان اندیشه به درک او نمی رسند. هرچند فرس میرانند در این میدان اما واپس میمانند.
چه رسد به اونها که خود واپسماندگانند. فرمود لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. ولا یناله قوس الفتن. من اینو بگم بعد دو جمله رو توضیح بدم. و لا نیل به معنای اصابت رسیدن، و لا یناله و نمیرسد به او. قوس از همان میآید که میدانید دیگه، قواس رو میگید دیگه. قوس یعنی فرو رفتن در اعماق. فتن جمع فتنه با تا، فتنه فتانه به معنای الجوده و ذکاوه، به معنای اون جولان وجود و زیرکی و ذکاوت و هوشیاری. آن خدایی که لا یناله نمیرسد به او، الفتن القائسه، باز اضافه صفت به موصوفه، اون زیرکی ها و ذکاوت های فرو رونده نمیرسند. اون اندیشه های بالا رو و اون ذکاوت های فرو رو، اونها که پر میزنند، اونها که فرو میروند در اعماق، به حقیقت او، به درک او نمیرسند و نخواهند رسید. خب بالاخره میدانیم قصه همان میشود که ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم از آن چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. حیفم میاد من سخن رو تمام نکنم. اجازه بفهمید چرا. عزیز من، جان برادر، ابزار ادراک ما چیست؟ ما با چی ادراک و شناخت برامون دست میده؟ یا ابزار حسی است، یا ابزار عقلی است، یا ابزار شهودی است. یعنی یا ما با مقیاس‌های حسمون شناخت حاصل میکنیم، یا با معیارهای عقلانیمون، یا با معیارهای شهودیمون. ما که 3 معیار برای شناخت بیشتر نداریم، اما هر 3 معیار ما رو که میگید چی داره؟ حد داره، اندازه داره، محدودیت داره. اینها در یه ابعادی است. یعنی حس ما تا یه حدی کار میکند، این ملموس‌تره برامون. تعقل ما هم همینطور، یعنی عقل انسان هم تا یه حدی در یه فضایی سیر میکند، اما به یه جایی میرسد که عقل هم وامی ماند. شهود ما همچنین حالتی رو دارد. اون هم تا حد صافی اوست، تا حد صفای اوست، تا حدی که بالاخره در مباحث ویژه این بحث مطرح شده است و هم اشاره کردیم. حالا از اون طرف نگاه کنید. ما با حسمون، با این ابزار وجب حسیمون، با این مقیاس ذهنی و فکریمون، با این آینه شهودیمون چه چیزی رو میخوایم داخلش ببینیم و بسنجیم و ادراکش کنیم؟ ذاتی را که امام سریعاً به دنبال این جمله فرمود الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. تموم شد. ما میخوایم با این ابزارهای خودمون خدایی را و ذاتی را بشناسیم که لیس لصفته حد محدود، خدایی را که برای هیچ صفت او حد، اندازه تهدید شده و مشخص شده و چارچوب کشیده شده وجود نداره. ببینید ما چیزی را میشناسیم که دارای چه باشد؟ ابعاد باشه. تا چیزی بعد نداشته باشه ما نمیتونیم بشناسیمش. طول، عرض، عمق، x y z ما بر اساس معیار میشناسیم. اگر این حدود نباشه و اندازه ها نباشد، اصلا ما هیچ پدیده ای رو نمیتونیم بشناسیم. ما پدیده را در زمان میشناسیم، ما پدیده را در مکان میشناسیم، ما پدیده ماوراء زمان و مکان رو با ابزارهای خودمون نمیتونیم احاطه بهش داشته باشیم و بدانیم و بشناسیم. توجه میفرمایید؟ از اون طرف ذات باری تعالی بسیطة الحقیقه، ذات حق هیچ حد، مرز، اندازه، تقدیر، شرط، قید، محدودیت، زمان، مکان، ابعاد، لا اله الا هو جل جلاله ولا یحیطون به علما. ما هیچ احاطه‌ای به ذات او نداریم و ذات او ابعادی نداره که ما به اون بعد
به این معنا حد نداره که به این اندازه بگیم خب این شد، این عرض، این میز این ابعادشه دیگه، این میز این کتاب ابعادش این کتابه، این عینک ابعادش و تمام پدیده ای را که میشناسید به ابعاد اون، انتهای اون، مرزهای اون و چنین چیزی میشناسید. حالا چه پدیده های حسی چه ماورای حس، همه همینن. اما ذات حق برون از حد و وصف و قید و شرط و اندازه آفرین، حد آفرین. لذا ما قدر الله حق قدره. امکان نداره که بشر بخواهد حدی برای خدا بشناسد. ما قدر الله سبحانک سبحان ربک اما یصفون. اصلا نمیشه، وصفی نیست برای او که بازگو شود، چون محدودیتی در ذات اون، حد و اندازه و قید و شرطی نیست که با این ابزار ما. پس راه چیست؟ راه همان است انت کما اثنیت علی نفسک. خدایا ما هیچ راه شناختی به تو نداریم الا آن که اعرف الله بالله، خدا را بشناسید به خدا. اللهم عرفنی نفسک. خدایا تو خود باید خودت رو به وجود، به انسان، به هستی، در قالب اسما، در قالب صفات، در قالب آثار، در قالب اشراقات معرفی کنی پروردگارا، و الا راه شناختی به تو ما نداریم. فرمود الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ما که نمیتونیم خدا رو وصف کنیم، ما که وصفی نداریم برای خدا. من تا چیزی را نشناخته باشم دقیق میتوانم توصیفش کنم. ولا نعت موجود ولا وقت معدود. خداوند وقت و زمان نداره. زمان یعنی چی؟ زمان یعنی مقیاس شناخت حرکت ماده. دقت کنید، مقیاس شناخت حرکت ماده را میگوییم زمان. پس زمان در جایی وجود دارد که چه وجود دارد؟ ماده وجود دارد. شما اگه از عالم ماده رفتید بالا دیگه زمان وجود نداره، میگید در مجردات چیزی به نام زمان نیست. بله، در مورد ذات عقل ولا وقت معدود، خدا وقت قابل شمارش و زمان ندارد. ولا اجل ممدود، اجل یعنی پایان، اجل کشیده شده ای که تا کی کشیده می شود و به پایان می رسد در مورد ذات باری تعالی وجود ندارد. خلاصه این دو جمله میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. میشه هو الاول و الاخر، ازلی، ابدی، سرمدی. فرمود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. حالا فطر الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته و وتد بالصخور میدان ارضه. امام وارد بعضی از نکات طبیعی میشن که انشاءالله باید خدمت دوستان اشاره کنیم تا باز برگردیم به توحیدیه های جدی حضرت و معرفت اللهی که موج میزه در این قسمت های نخستین این خطبه مبارکه. متشکرم از حوصله دوستان عزیز. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت سخن امیرالمؤمنین منور بگردان. توفیق فهم، درک، ارتباط با اعماق و لایه های این کلام رو به همه ما عنایت بفرما. جلوه های اون رو و آثار اون رو در اندیشه رفتار ما خود جلوه‌گر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.